میشد و وابسته به کشورهای خارجی بودیم. با استفاده از یک تیم کارشناسی طرح‌ریزی کردیم و در 6 فاز عملیاتی و تولیدی کارمون رو اجرا کردیم. فازهای مختلف تولید فیلترهای پلی‌پروپیلن، فیلترهای استرینگ ووند، الیاف تابیده، فیلترهای کربنی، کپسولی، فیلترهای ممبرین و خود دستگاه‌های تصفیه آب از فازهای اجرایی کار ما بوده که در این میون به هر حال بالا پایینی بوده و تغییراتی در سیاست‌های اجراییمون داشتیم و الحمدلله امروزه به عنوان یکی از قطب‌های اصلی در کشورمون و خاورمیانه مشغول فعالیت.